صدرالدین نجمیدین ستاره شورچور استراد توجک که حالا در کانادا به سر میبرد روز 4 اپریل سال 2024 با نشر یک مراجعتنامه در صحیفه‌اش در فیسبوک با اظهار تشویش از احوال مهاجران توجک در روسیه که این شب و روز در پی حمله خونین روز 22 مارس در کنار مسکو در یک شرایط سخت و تحت تعقیب قرار گرفتند از آنها دعوت کرد که دست جمعانه به وطن برگردند. صدرالدین نجمیدین نوشته است که از این دعوت همه مردم مظلوم تاجیکستان نیز پشتیبانی خواهند کرد. از شما خواهش و التماس میکنم برگردید به وطن تا که طعنه این حکومت ناشکر فاشیستی رو طاقت میکنید. حتی اگر کسی پاسپورت اینها رو دارد برده پرتوید. شما خود دیدید که چقدر قدر دارد این کاغذشان. هر وقتی که خواستن آن رو برای توجک بیکار میکنند. آخر تو که طعنه اینها رو گوش میکنید. نوشته است آوازخوان معروف. مویه دیگر تشویش صدرالدین نجمیدین خطر به جنگ ضد اوکراین بردن مهاجران توجک است. او می نویسد حالا دیگر بهانه پیدا کردند که شما را بی پرس و پوس روز به جنگ روان کنند. حیف همان جوان مردانی که حیف شدند و شده ایستادند. صدرالدین نجمیدین از همه شخصان در جامعه با نفوذ از جمله بلاگرها خواست تا مهاجران را برای به وطن برگشتن تشویق کنند. بلاگرها چه خیلی که در موضوع وطن برآمد میکنید خواهش در همین مسئله هم بی‌طرفی نکنید، تشویق کنید که مردم برگردد به وطن. یا شما بلاگرها فقط گیو و بازی گذرانده میتوانید و تمام. سوال کرده است هنرمند توجک از بلاگرها. در ادامه مطلبش صدرالدین نجمیدین با اشاره به آلودگی منصبداران توجک به کروپسیا نوشته است من با باوری گفتم میتوانم که اینقدر پولی که منصبداران ما طول این 32 سال جمع کردند در بانک‌های خارجه به همه مردم میرسد. اکنون نوبت شما وظیفه‌داران عزیز که غم مردم را خورید، چون 32 سال شما را غم ندادند. همه از روسیه با قیمت جان خود پول روان میکردند به وطن. اکنون نمیشود دیگر. یک بار شما هم دست خیرتان را نشان دهید. آخر تاجیکستان بیش روی زمین است. همه چی را شما 32 سال برای کی ساختید؟ برای خلق. البته من باوری دارم که برای خلق است. شما وظیفه دارید که در این شب و روز با مردم باشید. صدرالدین نجمیدین قبلا هم در مسائل داغ اجتماعی تاجیکستان گاه اظهار نظر میکرد، ولی این بار اول است که او به چنین صورت بی پرده و آشکارا وارد بحث چنین یک موضوع داغ کشور شده به چنین لحن تند از منصبداران فساد زده دعوت میکند که میلیون ها را بوده شده را برآورند و برای خلق خود صرف کنند. آوازخوان شناخته در انجام مطلبش اظهار باوری کرده است که هیچ کس در وطن گشنه نمیماند. الو رزق را میدهد حتما. به پیش به تاجیکستان عزیزمان. صدرالدین نجمیدین 44 سال داشته یکی از خوشنامترین ستاره های استراد معاصر توجک به شمار می رود. صدرالدین نجمیدین 19 ژانویه سال 1980 در دوشنبه به دنیا آمده. در میانه های سالهای 90 پای به صحنه استراد گذاشت. او خود را پرورده مکتب آوازخوان شادروان کرامت الله قربان می داند. صدرالدین نخستین قدمهایش را در صحنه استراد با بازخوانی ترانه های این آوازخوان فقید و ترانه های در سبک او خوانده‌اش گذاشت، ولی خیلی زود راه و روش خود را پیدا کرد و حال خود یک خواننده صاحب مکتب دانسته می شود. صدرالدین نجمیدین نخستین آوازخوان استراد توجک بود که روی امریکا را باز کرد و در آن سوی اقیانوس کنسرت ها گذاشته و کلیپ ها تهیه و نشر کرد. صدرالدین اینک چندین سال باز پورا در کانادا زندگی می کند.